امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان بخشیده به پیشبرد حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان کنفرانسیه دایر گردید که در کار همایش عالمان وطنی و خارجی، نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کارمندان ساحه‌های گوناگون اشتراک کردند. قید گردید که اعتراف حفظ و پیشبرد حقوق انسان یکی از مقصدهای اساسی تغییرات و دگرگونی‌ها در جامعه محسوب شده، با تغییر دادن نقش و جایگاه انسان، تأمین شرایط ارزنده زندگی، کفالت آزادی و دخالت‌ناپذیری، حفظ اجتماعی و اشتراک فعال در اجراکنی دولتی روانه گردیده است که طول سالهای صاحب استقلالی مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است. کنفرانسیای امروزه پیش از همه روانه گردیده است با اعتراف و احترام حقوق و آزادی‌های انسان که در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، یعنی در ماده 5 انسان حقوق و آزادی‌های او ارزش عالی اعلان شدند. پیش از همه چاره‌بینی مذکور روانه شده است به همین ارزش عالی بودن انسان و حقوق و آزادی‌های او. و باید قید نمود که جمهوری تاجیکستان از جمله کشورهای به حساب می رود که در سمت تحکیم مقام و منزلت انسان، حقوق و آزادی‌های انسان یکی از کشورهای پیشقدم، پیش صف به حساب می رود. برگزار گردیدن چاره‌بینی مذکور پیش از همه نشان از وحدت ملی، تنجی امانی، صلح و ثبات و ثمره استقلال دولتی است که ما در یک فضای آرام و آسوده می توانیم چنین چاره‌بینی‌های سطح بین المللی را برگزار نماییم. و قید نمودن ضرور است که جمهوری تاجیکستان از جمله کشورهای محسوب می شود که تمام سندهای بین المللی در سمت حقوق انسان را تصدیق کرده است و کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان یکی از کنستیتوسیای بهترین جهان در سمت حقوق و آزادی‌های انسان محسوب می شود، زیرا در قانون اساسی ما تمام حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند تحکیم حقوقی خود را یافتند و حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه عمومی حقوق انسان، پیمان بین المللی درباره حقوق شهروندی و سیاسی، پیمان بین المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر کنونسی‌های سطح بین المللی پیش بینی شدند، همه آنها در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان انعکاس خود را یافتند. باید گفت که در جمهوری استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ حقوق انسان برای دوره تا سال 2038 که از 5 آگوست سال روان تأسیس گردیده است عمل می‌نماید. آن هم نقشه‌های ملی موجوده و قبول شونده عاید به اجرای توصیه‌های نهادهای سازمان ملل متحد، عاید به حقوق انسان و حجت‌های دیگر را در سمت حقوق انسان هماهنگ ساخته، مکانیزم و رسمیات اجرای عهدهداری‌های بین المللی را در سمت حقوق انسان تکمیل می‌دهد. یادآور می‌شویم که همسال 10 دکبر روز عمومی جهانی حقوق انسان اعلان گردیده است. مقصد اساسی اعلان این روز به جامعه و هر نفر رسانیدن اهمیت احترام و نقش حقوق انسان در تحکیم رشد جامعه و حیات هر فرد میباشد.